موسی برگی در این روز خدمت مادر وطن هشتم مبیرم سفر کرده ایستاده است. در این سعادتانی که این را قطار ایستادند هم 80 تن سحر وقت خوش خدمت تینجی و امانی میخواهم و شما همیشه به تندرستی را از خوش نبرانید. رحمت به بختیار جان و امام علی جان که این کارها را زمان داده ایستادند و پدر و مادر همیشه یاری رسانی پدر و مادر باشند. این سعادت‌های این را در قطار ایستاده. رحمت به خودتان. جوانمرد و جوانمردی بیاموز زی مردان جهان مردی بیاموز. امروز دبستاندگانی که حضور دارند افتخار ناحیه هستند و بادای نیکی والدین، بادای نیکی فرزندی برادران راهنمایان امروز به صف فعالای مسئله جمهوری تاجیکستان بهره حمایه ارض و بوم کشور که امروز شکرانه ترنجی امانی میکنیم سفربر بشان یک بار دیگر تمنا میکنیم که همیشه فرزندی خوشبختی نصیب کنه باشد. چون که برای زنه دعوت میکنیم دعوت شونده اختیاری رجب زاده مهربان رو من رجب‌زاده مهربان همچون جوانان ناحیه از طرف بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه خراسان با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده سربلندانه ادای خدمت می‌نمایم. چگونه یکی از سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها در پیامش ذکر می‌نمایند که خدمت به مرز و بوم وطن طرز هر یک شهروندی با ننگ و به ناموس ملت است. از همین سبب ما جوانان ناحیه خراسان تحریک‌دار آنیم که جوانان باید در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و خدمت به خلق و وطن باید از صمیم قلب تلاش بردارند و در آخر گفتنیم حفظ وطن قرض مقدس هر یک ما و شماست. هستیم را من فدا از بحر میهن میکنم خویش را با خلق او یک جان یکتن میکنم. شاد باشد شاد هستم غم پر از غم میخورم کوه‌های و استوارش را به هم جمع میکنم. ای وطن از ذره خاک تو مقدس بر من است پاسبانی خاک کاکدان به شما میکنم. بالا جانبی مقامات اجرایی